به نام خدا جلسه ششم. خب چه میخواستیم بگیم خدمتتون؟ نکته ای که خیلی مهمه تو بحث سپیدار شماره چندیم؟ 14. اعلام قیمت رو تعریف کنید. کجا باید برم بگیم؟ اعلام قیمت را تعریف کنید. بعد برم مشتریان و فروش، میام تو مشتریان و فروش، اینجا نوشته اعلامیه چی؟ قیمت میزنم. خب اینجا چی رو میزنیم بگیم؟ چه کالاهایی داره؟ 2 قلم، درست میگم؟ اینو میزنی؟ دیدی؟ اینو باز میکنی شماره 14، اینو باز میکنی، اینو میزنی، همشو میزنی دیگه میاره. خب هنگ هیچی نمیاره، مثلا هنگ شده شبکه نشون نمیده؟ الان فقط اون دکمه زرد شده ولی نوشته اضافه کردن. نشون میده که شبکه شد اینجا. مثلا میگه رفت روی این روز 7 چی شد؟ الان داره میبینین یا نه؟ الان خب جزئیه. نگاه کن جزئی چیا داره بگین؟ کالاشو بگین دوستان. جزئی دوک صورتی ساده. دیگه جزئی چی داریم؟ صفحه 5 صفحه 5 میاره. عمده چی داشتیم؟ عمده لیبله 95 در سال 25 فیلم 9000. این هست. خب یه بار با هم چک کنیم کد درسته. جزئی 3000 صفحه 5 لا، صفحه 5 لا عدد قیمت چنده؟ 8 1 2 3. دیگه تخفیف اینا هیچ نداره؟ امکان تغییر دارد یا نداره؟ داره. 5 تکان میخوره. بعدیش عمده چی بود؟ لیبل. لیبل 129 درسته. رول بگو. قیمت 9000. 9 1 2 3. خب اون دوتا رو دارد تیک میخوره. تغییر ندارد، امکان چرا دیگه؟ تخفیف هم ندارد. نداره. خب این دو تیکو بمونه. اینو برمی دارم، اینم برمی. میام اینجا. این چیه؟ دوک صورتی. این چی بود؟ دوک صورتی ساده. نه دوک صورت جزئی بود، درسته؟ این رو بزنیم جزئی. خب قیمتش هم بود؟ قیمتش نمیشه 11. درست شد؟ اینم که تیکش بخوره، درسته؟ دوتاشو داره. آره اوکی. اینم ذخیره و چی؟ بستم. مورد بعدی گفته رسید انبار را تعریف کنید. 15 کجا بریم؟ تامین کنندگان انبار، رسید انبار جایی. میام تامین کنندگان و انبار، اینجا نوشته رسید انبار چی؟ جدید. نشون میده ولی یه ذره تأخیر داره، بعد میپره یهو میاره همون چیزی که شما گفتین. مثلا ذخیره و بستن نشون نداد اما پرید. پنجره فیلمشو میگه. خب گفته در این تاریخ، خب تاریخشو ما کی میزنیم؟ همشو مثلا 28 12 بزنیم یا 27 12. چی بوده نوعش؟ از تندیس نوین بوده، خرید میشه. مثلا یا خرید داخلی یا خرید وارداتی یا تولید یا سایر یا موجودی. کدوم خرید؟ انبار مرکزی. تحویل دهنده کیه؟ تندیس نوینه آفرینش. خب اینجا چی شماره مثلا چند بوده؟ 1 2 3 4. تاریخشو بعد بزنی کی گفتی؟ 1401. میگی مثلا 10 0 8 8 مثلا 10. چون سال عوض شده بعد اینطوری بزن. اینو میزنی 1004 که تحویل دهنده این از کجا نوشته؟ کدوم؟ این 10004 که رو تندیس نوین. این میگه کدشه. کد همون تندیس نوینه. سرچ کردم آوردش. تندیس نوین کدشه. خب تا هم میزنم اینجا تندیس نوین کدشو میگه. اینجا به اضافه رو میزنم. چه کالاهایی بگین؟ آخه اینجا رو اینو باز میکنی. دیگه نوشته کد باز میکنی. چه کالاهایی بگو؟ صفحه سلا. خب صفحه سلا بگو. صفحه 5 لا دیگه چی؟ دوک صورتی دوک ساده. این 3 تا زدم. خب بگو صفحه دوک صورتی چیه؟ بگو تعداد واحدش میشه 400 تا 18000. داری خانم عباسی؟ خب این 18000 فی 18000 18 1 2 3 دیگه صفحه 5 لا. چیز دیگه نداشت؟ نه مالیات و عوارض کوشش. نداره. خب همینو بگو. الان اینجا آورده، نه آورده اینجا دیگه آورده. بعد چیکارش کنم؟ صفرش کنم. میام کالای بعدی. صفحه چی؟ سلا. چند تا؟ 200. دقت کن اشتباه نگینا. قیمت 20000. خب
360,000 مالیات. اینو حساب کن نکن. یه سال 4 9 تا 36 تا 9 درصدش میشه این. درست شد. بعدیشو بگو چیه؟ صف 5 خب چند؟ 300 خب 20,000 بله 240,000 مالیات. درسته. نکن شد 6 میلیون 6 9 تا 54 درست. تموم شد. یه سال یکیش فکر کنم تخفیف داشته نداشت. تحصیل چیزی سکونه تحصیل نداره. اصلا یه سال الان اعلامیه قیمت زیر با تعریف کنیم چون الان اینا رو ما یه قیمت‌های زدیم مثلا 11,000 شده بود. بعد رسیده انبارمون 20,000 اینا همش شد. 20,000 و 18,000. کالاهاش همونه. آره دیگه ببین الان این که صورتی که توش یکیه. صف 5 هم یکیه. یعنی صف 5 همونجا که قسمت 14 بود که نکن. ما خیلی موقع اصلا روش لایف فایت برای همینه دیگه. ما تو انبار قیمت‌های دیگه داشتیم یا قیمت دیگه داریم می‌فروشیم، حالا تورم خوره قیمت جدید داریم می‌خریم بیشتر از اون که داریم می‌فروشیم. جنس دارم می‌فروشم خب مثلا 10,000 الان خودم همون رو خریدم 12,000 الان رسید انبار اومد بعداً قیمت‌ها دوباره چی میشه؟ تغییر می‌کنه. اصلا پس این اعلامیه قیمت ما بله. اون جنسی که داریم می‌فروشیم بله این رسیده انبار اون جنسی که داریم می‌خریم. بله اینم ذخیره و بستن. مورد 16 چی گفته بگین؟ مشتریان فروش اعلامیه بدهکار به سامانجا. خب میایم توی مشتریان و فروش مورد 16 مشتریان و فروش. بله اعلامیه بدهکار به استانکار جدید میزنن. اعلامیه بدهکار به استانکار میدونی چیه؟ وقتی معمولا تو شرکت‌های هلدینگ یا به هم وابسته یا مادر و فرعی برای چیه؟ من میگم اینقدر به من بدهکاری، درسته؟ اینقدر از من طلبکاری. اگه به من بدهکار باشه اعلامیه بدهکار بهت میدم، اگه از من طلبکار باشه اعلامیه بستانکار بهت میدم. این است. خب مثلا یه شماره‌ای تاریخش هم میذارم 1401 10 09 مثلا اینا رو میزن اینجا به اضافه رو میزنی دقت کن. خب گفته کی بگو؟ معین حساب پرداختنی. نکن نوع کدومش ننوشته بدهکار؟ ننوشته؟ خب وقت ننوشته ما میدونیم بدهکار یا مشتری تندیس باری کردم اینجا. پس این کدو باز میکنم اینجا میزنم چی؟ تندیس نومین آخرش. خب بعد دوباره اینجا نوشته مشتری اینا بکنمش چی؟ تامین کننده. کی؟ بازرگانیست. همون که نوشته تندیس نمیم بازرگانیستیه. آره بستانکار. خب مبلغ هم داشت چقدر؟ اینطوری. الان ما به عنوان بازرگانیست نه ما خیلی موقع میتونیم مثلا به عنوان هیچ کدوم نباشیم. مثل برات بود یکی از یکی طلب داره میگیم فلانی پولی که از طلب داریم بدی به فلانی. این چه میگم؟ شما دو تا همدیگه رو میشناسین با من هم کار میکنید درست شد؟ من ازشون طلب دارم به شما بدهی دارم یه اعلامیه بهشون میدم میگم برو طلب ازشون بگیر. این از این مبلغش هم زدیم. ذخیره و چی؟ بستن. مورد 17 رو بگو. پیش فاکتور رو ثبت کنید. مشتریان فروش پیش فاکتور جدید. میایم اینجا مشتریان فروش پیش فاکتور جدید. پیش فاکتورش خیلی حرفه‌ای و خوبه. اینجا بازش میکنیم. به کی فروخته؟ تندیس نوینه آفرینش. نوع فروش چی بوده؟ جزئی. نوعش جزئی. خب شماره‌شو مثلا 1 2 3 4 5 6 تاریخ 1401 10 9 مثلا اینا رو مشخص میکنیم. اعتبار گفته چند روز؟ 10 روز میشه که چرا خود 1401 10 9 درست یا نه؟ اینجا چند بزنم؟ 1401 تا 10 روز اعتبار داره پیش من. اگه 10 روز گذشت دیگه به اون قیمت بهت نمیدم دیگه. یکی دیگه صف 5 لا بدونم اینو تموم شد. حالا نه اصلا اینجا نزدیم چی. اینجا میایم اینو اضافه میکنیم. درست شد. اینو بازش میکنیم. چه کالاهایی داره؟ یه دوک صورتی داره. یه چی؟ صفحه 5 لا داره. این است. حالا میام پرش میکنم اینجا. درست شد. نمیتونه یکم بیاریش پایین. چی شد؟ عنوان ردیابی داره.
واحد اصلی چند تا؟ صفحه 5 تا. صفحه 5 3 تا. 3 تا. قیمت 10,000 تخفیفش هم 3,000. قیمت چقدر؟ 10,000 تخفیف چقدر؟ 3,000. نکن همینجا که روش هستیم پایین نوشته تخفیف. میتونی حتی درصدی هم بهش بدی. بگی اینقدر درصد یعنی اخبار. درست شد. از مالیات هم داره؟ نوشته سیستمی یعنی همون که خودش حساب میکنه. بعد بعدی چی بود کالاش؟ صفحه دوک 5 تا. دوک صورتی چند تا؟ مقدار 4 تا. 4 تا. قیمت 11,000 خودش داشت. خب تخفیف 20,000. تخفیف اینجا 20 دیگه. مالیاتش هم سیستمی. اوکی. کاری هم داره؟ نه. اینجا میشه ذخیره و چی؟ بس. مورد بعد چی گفته؟ 18 مشتریان فروش، فاکتور فروش. گفته نیمی از کالا چی شد؟ چند داری میگی؟ مشتریان فروش بگو. مشتریان فروش، فاکتور فروش جدید. فاکتور فروش جدید. نه گفته نیمی از این به مشتری دادیم. خب وقتی دادیم میشه چی؟ فاکتور فروش صادر میشه دیگه. فاکتور فروش جدید. من تا تموم شد میام اونجا چک میکنم بعد. اینجا میگه پیش فاکتور کی بوده؟ میگیم چی؟ مشتری کی بوده بگو. تندیس نوین. تندیس نوین. حالا پیش فاکتورش میاره؟ نه. تاریخش 1401. چرا نه برد اونو؟ دنبال اون همین. نوع فروش جزئی. ببخش. میاره. همونا رو گفته نیمی از اینا فاکتورش به مشتری تحویل شد. خب وقتی نیمیش اومد پیشش یعنی این 3 میشه چند؟ 1.5. 4 میشه چند؟ 2. تموم شده. اول ذخیره‌اش کن. خب بعد حواله انبارش هم بزنی. خوبه. نمیشه موفقیت یا نه؟ از کجا حوالش رو میتونی بزنی؟ اینجا نگاه کن. چی نوشته؟ صدور سند خروج انبارش هم زد. این از یعنی میگه نمیشه تو این تاریخ بفروشین بعد 19 نصف گفته شا این که پیش فاکتور کنی نصفشو بده. حالا بعد دوره اومده میگه مشتری چند گفتم؟ 18. خب دوباره نیمی از رسید انبار این یکی دیگه است. اون کار به فروشمون نداره. یه رسید انبار داشتیم ما یادته؟ یاد نیست؟ اگه میخوای پیداش کنی اینه تامین کنندگان انبار میان تو قسمت عملیات این پایین نوشته رسید چی؟ انبار. کدومش بود؟ اگه گفتی؟ دوم. شماره 2 نوشته. این بوده. درست شد؟ چون روش صورتی ساده صفحه 5 لیبل بوده. این اول دوره بود. این که اول دوره بوده. نه این نیست. اول دوره زد. دوشه دیگه باز. نه کار شما نیست. خرید. این درست شد. نصفش رو چیکار کرده؟ پس دادیم. درست شد. یاد باشه اینا رو عکس بگیر بدون چی شد که این همین رفتم رسید انبار رو دیدم چند تا اصلا نصفشو برگردونم. بگو چی بوده خانم نوشتی؟ صفحه سلا بود و صفحه 5 تا بعد بشه عکس میگیری یا مینویسی؟ نکن صفحه سلا بشه 100 تا این بعد بشه 150 تا. متوجه منظورم شدی؟ نصفش میخوام چیکار کنیم؟ برگردونیم به تامین کننده. باشه. یا جنست معیوب بود. خوب نه. پاک کنم؟ خب میایم کجا؟ اگه گفتی تو همون تامین کنندگان انبار میام این بالا رسید انبار چی؟ برگشته رسید انباره. درست میگم؟ از نوع خرید بوده، کدوم انبار بوده، مرکزی بوده، کی بوده؟ از کسی که خریده بودیم؟ یادتون نیست؟ نه اول دوره نبود. رسید انبار از تندیس نوین آفرینش بود دیگه. میزنم اومد شمارش تاریخش 1401 10 11 مثلا. حالا اینو که میزنی آکن چقدر جالبه. اینو میزنی خب دیدی اینو که بازش کنی خودش میاره. چیا بود بگو؟ یکیش صفحه 3 بود. خب یکیش هم صفحه 5 نکن زدم.
چند تاشو؟ 5 لا 5 لاه 150 تاشو باید برگردیم. 150 تاشو. خب صفحه 3 لاه هم 100. 100. قیمت نگفته؟ قیمتش همون قبلی ها رو میزنیم. 5 لا چند بود اینجا قیمتش؟ قیمتش که بود 20000 است. 20 برای چی؟ 20000 بود. 20000 بود. اینجا میزنیم این هست ذخیره بس. بعدی چیه بگو؟ 20 آره. مشتری 2/3 کالای صفحه 5 لا از فاکتور شماره. خب این چی میگه؟ وای در یه تاریخ. سند حساب رئیس سنبا قبل از صدور سند بعد چیکار کنی؟ قیمت گذاری شود رسیده انبار. چجوری قیمت گذاری کنیم؟ این انجام نداره. چی؟ قبلا موقعی که می‌خواستیم وارد اون قیمت گذاری فروش بود، این قیمت گذاری انبار. دو قسم قیمت داریم. قیمت گذاشتیم دیگه، الان که دوباره مالین گفت حالا بهت میگم کجا باید بریم بگو؟ مورد 20 نه کلا بحث این چیه؟ اینجا میای اینو میزنی. خب کجا نوشته قیمت گذاری اسناد انبار؟ معمولا نکنم قیمت گذاری مسئولات تولی نه اسناد انبار. اینو میزنیم انبار مرکزی تا که 1401 آخرین چیزی که من زدم این بود یا نه 12 چیز بزنیم 20 میزنیم 20. آره میزنیم محاسبه همون روش لایف و فایفو داره انجام میده قیمت ها رو بروز انجام شد. خب بس قیمت گذاری اسناد یاد نره. حالا کجا بودم داشتم میزدم بگو؟ برگشت رسید انبار جدید بودم درسته؟ اومدم همینا رو گفتم اومدم اینو زدمش تندیس نوین چی؟ آفرینش. اینم یه شماره بهش دادم نمیگی؟ همون مورد 19 همه دیگه. آره صفحه 5 لا صفحه 3 لا سلا 5 لا درست شد؟ 3 لا چند تا؟ آها خودش رو برد. 100. این 300 تا میشه 150 تا این 200 تا میشه 100 تا قیمتش هم که داشت ذخیره و چی؟ بس فقط دقت کن تاریخ من زدم 21 یعنی تو 20 قیمت گذاری کن از اون به بعد زدم مورد 20 19 همون شد آره 20 آخریشه که میخوام بگم مشتری 2/3 کالای صفحه 5 رو از فاکتور شماره 1 رو برگرده. خب ما یه مشتری داشتیم میام تو مشتریان فروش میخوام چقدر بهش فروختیم میام این پایین نوشتم فاکتورای فروش به کی فروخته بودیم اگه گفتی به تندیس نوین آفرینش چی فروخته بودیم صفحه 5 لاشو میگه درست شد 2/3 رو چیکار کرده برگشت 1 2/3 میشه چند باریکن چی یک 3 تا نیمه دیگه 1 میشه 3 تا نیم 2 تاشو برگردم میشه 1. خب اینو میبندمش میرم کجا چی شد؟ کجا اگه گفتی برگشت میشه برگشت از فروش میشه برگشت از فروش دیگه میشه اینجا فاکتور برگشته چی جدید کی مشتری و فاکتور کی تندیس نوین آفرینش چه تاریخی 1401 10/22. خب نوع فروش چی بود قبلا جزئی بود فکر کنم اینجا نگاه کن کامل شد اینو میزنی چی بود 5 لا درست میگم تعداد چند تا نمیگی یه دونه درست شد تمام شد ذخیره و بس بقیه‌اش میشه برای جلسه بعد یاد گرفتین هر جا سوال دارین بگین من در خدمت شما هستم. عزیزم همشون آخرش گفتم پیش فاکتور بوده میره تو مشتریان چی فروش پیش فاکتور جدید رسید انبار بوده تامین کننده انبار رسید انبار جدید برگشتش بوده تامین کننده انبار برگشت رسید انبار جدید همین چجوری متوجه شدیم که از تندیس نوین آفرینش از چون قبلی‌ها نبودی دیگه بهش خریدیم یا بهش فروختیم وقتی ما رسید انبار میزنیم که کالا میخریم میاد تو انبارمون رسیدن میاد تو انبارمون وقتی ما خروج از انبار میزنیم که کالا میفروشیم قبلش فروختیم حالا خروجش رو میزنیم حواله یا خروج از انبار فقط ما از تندیس نوین خریدیم نوشته تو تمرین قبلی گفت موفق باش اینجا پکا میگه
بعد بنویسه با موفقیت انجام شد. نوشته نه؟ بله. استاد این ذخیره سازش هم ضبط کنیم که باشه. چشم. اون هم کامل میاد. مثلا یه جلسه اول همین چیزو سوال. موفق و پیروز باشید.